سلام، وقتتون بخیر باشه. توی این قسمت در مورد CLI زبان دارت صحبت میکنیم، اما قبلش بیایم بدونیم مثلا CLI چی هست. CLI یک رابط بین شما و دستورات پیشفرض یک زبان برنامه نویسیه که بهتون کمک میکنه بتونید با استفاده از اون یک سری از فرایندهایی که تکراری هست، نیاز داره یک سری کدها رو بر روی خود زبان برنامه نویسی اجرا بکنید، برای کامپایل کردن و درست کردن اپلیکیشن اون رو مدیریت میکنه و به شما این امکان رو میده بدون اینکه بخواید فرآیندهای تکراری رو انجام بدید اون کدها رو بتونید اجرا بکنید و دستوراتش رو اجرا کنید. حالا مثلا این کدها چی هستن؟ دستور بیلد داخل فلاتر، یا دستور ران، یا دستور تست، دستور لینت، یا تست کردن هر چیز دیگه ای. این دستورات چه کاری انجام میدن؟ هر کدومشون یک اسکریپت جداگونه دارن که میان تمامی اون کدهای شما رو برمیدارن. برای مثال دستور بیلد کدهای شما رو میگیره، اول تستشون میکنه، اگر درست بود و خطایی نداشت اونها رو تبدیل میکنه به فایل اجرایی و بعد به شما میده تا بتونید اون رو اجرا بکنید. این فرایندها توسط توسعه دهنده های زبان برنامه نویسی اومدن توی یک ابزار خیلی ساده پیاده سازی شدن که به اون CLI میگن Command Line Interface. با استفاده از این CLI شما میتونید این فرآیندها رو مدیریت بکنید و زمان خودتون رو صرفه جویی بکنید و بیشتر تمرکزتون رو بذارید روی برنامه‌ای که میخواید بنویسید. خیلی خوب، بریم سراغ کار خودمون. چیکار کردیم؟ گفتیم در مورد دارت CLI میخوایم صحبت بکنیم. بعد از اینکه شما دارت رو نصب کردید یه دستور رو شما باهاش آشنا شدید، دستور دارت ورژن. این چیه به شما نشون میداد؟ ورژن استیکای داکری که فعلا نصب کردید. استیکا مخفف چیه؟ سافتور دیولپمنت کیت. و الان میبینید که مال من نسخه 3 و 4 و مک او اس ARM64 هم هست، یعنی معماری پروژه‌ای که دارم اینه. حالا ما اولین دستوری که باهاش آشنا شدیم اینه. یک دستور دیگه هست، دستور هلپ. یعنی شما می‌بینید دارت هلپ به شما نشون میده که چه دستوراتی داخل خود دارت وجود داره و میبینید که زده available comment، analyze، compile، create، devtools و الی آخر. یک سری از این دستورها رو شاید تا حالا شنیده باشید یا باش کار کرده باشید روی زبانهای دیگه، ولی یک سریاشو ممکنه تا حالا باش کار نکرده باشید که امشب تک به تک این دستورها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین دستوری که وجود داره که ما میخوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم، چون نیاز داریم پروژه رو بسازیم، از دستور create استفاده میکنیم. دارت create در واقع کارش اینه که یک پروژه رو به صورت کامل برای شما پیاده سازی بکنه. فرض کنید اگر من میخواستم یک پروژه رو خودم شروع بکنم، اول میبردم یک فایل پاب اسپک درست میکردم و میذاشتمش که یمل از نوع یمله، بعد میگفتم که نیم پروژه مثلا یه چیزی هستش، یا چه میدونم ورژن استیکایی که دارم استفاده میکنم چیه، دپندنسیاش چیه، دنسیز ایناش چیه و دیو دپندنسیا و کلی چیزای دیگه. بعد اینجا می نوشتم، بعدش میرفتم یک فولدر درست میکردم با عنوان لیب که کدهای خودم رو داخلش بذارم، و یک فولدر بین که داخل اون یک فایل فلاتر درست بکنم، می‌نویسم main.dart، یک فایل دارت درست بکنم بزنم main.dart و void تابع مین خودم رو درست بکنم و بعد از اون حالا هر چیزی رو که میخوام نمایش بدم رو اینجا به نمایش در برم. مثلا می‌نویسم hello، این رو به نمایش در برم که بعد از این شروع میکرد برنامه من درست شدن. میبینید دیگه یه خورده پیچیدگی زیاد داره، یه سری فایل ها کم داخلش مثل لینت فلاتر و اینها. اینجا میتونیم چجوری ساده تر درست بکنیم پروژه خودمون رو. من همه این فایل ها رو حذف بکنم. اول میام چیکار میکنم؟ از دستور create استفاده میکنم، میزنم dart create. حالا اگر شما به صورت خالی بزنیدش میبینید که چه اتفاقی میفته. میاد به شما یاد میده که چجوری میتونید از این دستور استفاده بکنید و چجوری میتونید پکیج خودتون رو درستش بکنید و اون رو ایجادش بکنید. حالا من اینجا میخوام یه پروژه درست بکنم با اسم امید. چیکار میکنم؟ میزنم dart create امید. به همین سادگی، به همین قشنگی. و حالا اگر من بخوام مثلا برای کامند لاین درست بکنم، کنسول درست بکنم، پکیج باشه یا حالا هر چیز دیگه ای، میتونم چیکار بکنم؟ میتونم براش تمپلیت در نظر بگیرم. مثلا تمپلیت پروژه‌ای که الان من دارم چیه؟ تمپلیت پروژه من CLI هست. من میخوام یک کامند لاین اینترفیس درست بکنم و میزنمش. میبینید که شروع میکنه به درست کردن فایل ها برای من و شروع میکنه به گرفتن دپندنسی ها. ما یه پکیج منیجر داریم داخل دارت با اسم پاب.
اگر با Node.js کار کرده باشید با npm آشنا هستید. شما میذارید npm اینستال و یک پکیج رو حالا نصب میکردید، یا حالا مثلا اگر با سرویس های دیگه کار کرده باشید با پکیج منیجمنت های اون آشنا هستید. توی دارت یا فلاتر هم این پکیج منیجمنت وجود داره و برای اینکه شما بتونید ازش استفاده بکنید میذارید دارت پاپ و ادامه دستوراتی که باید بهش اضافه بکنید. من پاپ دارت هلپ رو میزنم که ببینیم چه دستوراتی داخلش هست. خب پاپ دارت رو که شما بزنید میبینید که یه سری دستوراتی داره، مثل اد کردن، ریموو کردن، کش کردن، دیپس و حالا کلی چیز دیگه. دستوراتی که ما خیلی باشون کار داریم اد، گت، ریموو و آپگرید هست. این چهار تا دستور هست که همین 4 تا رو با هم بررسی میکنیم اینجا. ببینید من توی فایل پاب اسپک خودم یه سری دپندنسی دارم، مثلا دپندنسی آرکس، یا چه میدونم اگر بخوام با فایل های سیستمی کار بکنم و بخوام آدرس اونها رو بگیرم باید پکیج پث رو اضافه بکنم بهش. حالا چجوری این کار رو انجام میدم؟ برای اینکه بتونم ورژن مناسب این پکیج رو، ورژن مناسب این لایبرری رو به متناسب با استیکایی که الان دارم روی سیستمم نصب بکنم روی پروژه خودم، باید از پکیج منیجمنت دارت استفاده بکنم. میزنم دارت پاپ. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما برای اینستال کردن میزنید اد و اسم پکیج خودتون، مثلا پکیج پث رو من میخوام اضافه بکنم و اگر نگاه بکنید اینجا میگه چی؟ میگه فاوند پیدا نکرده پاب اسپک دات yml. چرا؟ من چون توی پوشه مادر هستم نیومدم هنوز توی امید. میزنم cd امید و حالا اگر دارت پاب اد پث رو بزنم ببینید که شروع میکنه گرفتن دپندنسی و اینجا اضافهش کرد و مناسب ترین ورژنی که با استیکای من همخونی داره رو اضافه کرد به پروژه من. خب اینم چیزهایی که پکیج هایی هستش که به اون دپندنسی داره. حالا من چه کاری انجام دادم؟ اومدم اضافهش کردم. الان میخوام در واقع لایبرری آرکس رو از روی پروژه خودم حذف بکنم. دیدید که یه سری دپندنسی ها هر لایبرری داره. چیکار باید بکنم؟ یا هر پکیجی داره. باید چیکار بکنم؟ از خود دارت پاب استفاده بکنم، از خود پکیج منیجمنت دارت استفاده میکنم. میذارم دارت پاب ریموو و اسمش رو میذارم آرکس، اسم پکیج یا لایبرری که میخوام حذفش بکنم. حالا حذف رو میزنم و ببینید که خیلی ساده حذف شده، از بین رفت. حالا یه زمانی هست که شما یه پکیج به صورت دستی اینجا اضافه میکنید، میزنید پث و ورژن 1.9 اون رو بهش میدید. حالا این علامتی که اینجا میذارید چی؟ یعنی ورژن هایی که به بعدش هم همخونی داره رو اضافه بکن، صرفا ورژن 1.9 نباشه. ببین کدوم ورژن مناسب تره، همون رو بهمون اضافه بکن، همون رو بده بهمون. چیکار کردم؟ اومدم اینو اضافهش کردم. به صورت پیش‌فرض میتونید این علامت رو هم نذارید، یعنی اینجوری باشه. اینجوری اضافه کردم پکیج خودم رو بهش. بعدش چیکار بکنم؟ بعد از اینکه سیو رو اینجا زدم باید بیام پاپ گت بکنم، یعنی اینکه اون پکیجی که من یه پکیجی من اضافه کردم داخل پاپ اسپک و تو باید اون پکیج رو بری بگیریش. میذارم پاپ دارت گت. اینجوری که بکنم شروع میکنه این چی شد؟ دارت پاپ گت. اینجوری که بکنم چه اتفاقی میفته؟ پکیج هایی که من اضافه کردم رو شروع میکنه به گرفتن و اضافهشون میکنه. حالا یه زمانی هم هستش که شما ورژن رو عوض کردید، مثلا کردید ورژن 1.8. اینجا باید چیکار بکنید؟ اینجا باید دانگرید بزنید، یعنی یک پکیجی رو میخواید دانگریدش بکنید. میزنید سودو چیه؟ میزنید دارت پاپ یه دونه داریم آپگرید، برای اینکه شما زمانی که یک پکیج رو نسخش رو بردید بالا یه دونه داریم داونگرید. اگه بزنید پاپ هلپ پاپ گت هلپ براتون میاره داونگرید رو اینجا. خب منم اینجا استفادهش میکنم، میارمش. میبینید که داره ورژن پایینتر پث رو میگیره و اضافه میکنه به پروژه من و این میشه داونگرید کردن کل پکیج های پروژه من و میبینه و میسنجه اون لایبرری هایی که وجود داره رو و مناسب ترین ها رو اضافه میکنه. میبینید این 4 تا رو حذف کرد، گفت این 4 تا دیگه نیازی نیست، حذفشون کرد. ولی یه سری از پکیج ها رو اضافه کرده. مثل چی؟ مثل پایدنتیک. پایدنتیک چیه؟ یه پکیجیه برای اینکه شما بتونید سریالایز بکنید دیتاهای خودتون رو برای اضافه کردن روی فایل سیستم. خب حذفش میکنم و حالا میخوام آپگرید بکنم به ورژن 1.9. میام این کار رو انجام میدم. اینجا دیگه باید چه اتفاقی بیفته؟ اینجا دیگه باید بزنم دارت پاپ آپگرید و شما میبینید که پکیج های اضافه کرد، 2 تا پکیج رو حذف کرده و آپدیت شدیم ما به ورژن جدید. این از دستور پاپ گت. پس تا الان پاپ گت و پاپ کرییت رو تونستیم حلشون. خب بریم سراغ دستور بعدی. من میزنم دارت هلپ دوباره تا دستوراتش رو بیاره، ببینیم چه دستوراتی داشت. خب دستور
چی رو تا الان بررسی کردیم؟ دستورات کرییت و دستور پاپ رو با هم بررسی کردیم. چه دستوری مونده؟ یه دستور مونده انالایز. دستور انالایز چه کاری انجام میده؟ فرض کنید که شما یه کدی نوشتید، مثلا این کد منه، اتفاقی که افتاده آقا یه سری کارها رو داره انجام میده بالاخره، ولی خب یه خطایی من اینجا درست میکنم، یه خطایی من اینجا ایجاد میکنم. بذارید من خطا ایجاد کنم توی مینمون، اینجا مثلا یک اروری ایجاد بکنم، یک اروری بذارم، مثلا برگردیم true. نه اینجوری که خطا نمیشه. یه دستور سینتکسی خطا میبینید که به من نشون میده که آقا شما فلان خطا رو اینجا داری و اینجوری هم میتونی فیکسش بکنی، بیا برو تو فایل خط 33 رو پیداش بکن و حذفش بکن. من الان حذفش میکنم دیگه. چی بهم میده اگه دوباره دارت آنالایز رو بزنم؟ بهم میگه که خطایی یافت نشد، دمت گرم، خیلی عالی، ولی پکیج آرگومنتس رو شما باید اضافه بکنید داخل پاپ یملت، پاپ اسپکت. چرا؟ چون من دارم اینجا باش کار میکنم، من دارم آرگومنتس ها رو میگیرم، برادر تو حذفش کردی و اون دیگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیتونم آرگومنتس رو بگیرم. چیکار بکنم؟ بعد این رو اضافه بکنی به پکیج خودت. خب من فعلا کارش ندارم، نمیخوام اضافهش بکنم. بریم سراغ دستور بعدی. دوباره میذارم دارت هلپ و چه دستوری میاد؟ دستور داک هست که اینجا فوق العاده کاربردیه، دستور مورد علاقه خودم. شما بزنید داک، ببینید چه اتفاقی میفته براتون. شروع میکنه به درست کردن داکیومنت کل برنامه‌تون، برای اینکه شما بتونید داکیومنت درست بکنید، بذارید روی داکر رو ازش لذت ببرید. فرض کنید من الان اینو درست کردم، بازش هم بکنم توی کروم، شما فقط ببینید دیگه. یه لایبرری با تمامی استانداردها، ورژن، بین یا هر چیز دیگه که وجود داره براتون درست میکنه که بتونید با استفاده از اون پکیجتون رو روی حالا مثلا pop.dev یا گیتابتون قرار بدید و بقیه بتونن از پکیج شما استفاده بکنه. خب تا الان دستورات کاربردی دارت رو گفتیم، حالا میریم سراغ دستور. دو تا دستور دیگه مونده که خیلی کاربردی ان، باقی دستوراشون میذارم به عهده خودتون، اگر دوست داشتید برید در موردش بخونید. یه دونه دستور رانه، یه دونه دستور تسته و یه دونه دستور کامپایل. سه تا شد. ولی خب دستور ران چیه؟ فرض کنید شما اپتون رو نوشتید، میزنید دارت ران و شروع میکنه ران کردن پروژه شما و شما میتونید خروجی برنامه‌تون رو ببینید. خیلی ساده است. و اگر برای برنامه‌تون تست هم نوشته باشید، میزنید دارت تست و شروع میکنه به ران کردن تست های پروژه شما که البته پروژه ما الان تستی نداره، در نتیجه میگه آقا تستی نداری فعلا، بیا راهنماییت کنم ببینم چی بلدی. در نهایت هم شما برنامه‌تون رو ساختید، آمادهش کردید و حالا میخواهید مثلا برای برنامه ویندوزی اون رو درست. بعد دستور آخرمون هم دستور دارت کامپایله. حالا مثلا برای چی استفاده میشه؟ زمانی هستش که شما اپلیکیشنتون رو بخواید درست بکنید و خروجی بگیرید و ببرید و ازش استفاده بکنید. من دارت کامپایل رو بزنم و دشتش هلپ هم بزنیم براش که نشون بده چه چیزهای ویژگی هایی داخلش داره. خب اینم ویژگی هاش. این چیه؟ آها دارت کامپایل، اشتباه نوشتم کامپایل رو حالا آوردش. خب میگه که آقا شما اویلیبل کامنت ها اینا هست، یعنی که شما برای این خروجی، برای این سیستم ها میتونی خروجی بگیری. مثلا میزنم دارت کامپایل، برای یه اپ ویندوزی میخوام درستش بکنم، یه اپ ویندوزی درست بکنم که کاربرا این رو استارت کردن، اپلیکیشن من ران بشه و کارهایی که من داخلش نوشتم اجرا بشه. میزنم دارت کامپایل اگزه در واقع و بعد از اون اینتری پوینت برنامه خودم میدم. اینتری پوینت چیه؟ فایل مین شما، این امید.dart و فایل مین اون فایلی که متد مین داخلشه. حالا من فایل اینتری پوینت برنامه خودم بهش میدم. اینتری پوینت برنامه من چیه؟ اینتری پوینت برنامه من توی بین و امید.dart هستش. حالا اگر بزنم میبینید که شروع میکنه به کامپایل کردن. این کل و میبینید که یه دستور اینجا هست. این کل دستوراتیه که داخل دارت CLI وجود داره و شما میتونید ازش استفاده بکنید. خوشحال میشم منو دنبال بکنید و توی اینستاگرام و یوتیوب هر دوتا از من حمایت بکنید.